میخواهی که دروازه جنت را ببوسی، خود را خم بکن، پای پدر و مادر را بوسه بزن. میخواهی که با چشمان خود جنت الفردوس را ببینی، پای مادر را بوسه بزن. مادری که 9 ماه تو را در بطن خود تمام دردها، تمام رنجها، تمام مشکلات را شبها تا به صبح فریاد می کرده. وقتی به دنیا آمدی شبها تا به صبح در کنار گهواره تو نشسته بود و تو را به فکر بقای تو بوده. امروز تو به خاطر دوست و به خاطر آشنا و به خاطر حتی زن و فرزند این مادر را فراموش کنی. این را بدان، فراموشی مادر یعنی فراموشی جنت، فراموشی مادر یعنی فراموشی رضایت الله سبحانه و تعالی. این را بدان جوان عزیز، چقدر دوست داری که در کعبه بری، چقدر دوست داری که در سرزمین مکه و مدینه بری. الله بعد از توحید خود نه از مکه یاد کرده، نه از مدینه یاد کرده. الله بعد از توحید نه از نماز و نه از روزه و زکات، نه از حج، بلکه میفرمایه و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر نیکی داشته باشید. بعضی تماس میگیرن زکات به پدر و مادر میشه؟ عجیبه. تماس میگیرن مادرم فقیر هست، میشه من برایش زکات بدم؟ تماس میگیره پدرم مستحقه، میشه من برایش زکات بدم؟ رسول الله میفرمایند انت و مالک لابیک، تو و مال و سرمایه تو از پدر هست. عزیزان من، این نعمتهای عظیم و بزرگی که الله برای من و شما عطا کرده، ای کسی که هنوز این نعمتهای عظیم و بزرگ را از دست ندادید. یکی از سلف صالح وقتی مادرش از دنیا میره فریاد میزنه، گریه میکنه. از او پرسان میکنن چرا فریاد میزنی، گریه میکنی؟ میگه آیا باب از بابهای جنت به رویم بسته شد من گریه نکنم؟ دروازه از دروازه های جنت به رویم مسدود شد من گریه نکنم؟ سلف صالح در خدمت مادر بودن، بزرگان دین در خدمت والدین بودن.